ببینیم این بلوکو اکبر میندازه بالا بیفته زمین میشکنه یا نه. الان میخوام میشکنه تابلویی که بنداز. نشست. این با چه دستگاهی تولید شده؟ بریم دستگاهشو ببینیم. با این دستگاه تمام اتوماتیک 70 تن فشار پرسشه و دستگاه ویبره‌ای که باعث انسجام بهتر تولید میشه. این هم صدای اون ویبره است. اینا هم بلوک های تولید شده است دیگه. این هم که پوکه و به همراه سیمان و آب با هم ترکیب میشن وارد دستگاه میشن برای تولید بلوک های سیمانی. قالبا رو به ما میگی؟ بلوک 20 مونه، بلوک 15 سجه‌دار، 15 دوجه‌دار، 10 سانت سجه‌دار، 10 سانت دوجه‌دار و بلوک 7 سانت. دست در نکنه. کارخونه بلوک سیمانی آروین ساران غرب در شهریار. ارادت.